ما را قبول کردیم که در 24 بهترین بیاین. بله. بسیار خوش آمدین و میتونین که اجرایتان بخیر شروع بکنید. بله چشم. این محبت شما بود که به من این شانس رو دادین که من اینجا باشم. بسیار خوش آمدین. خواهش می‌کنم. آره. دو زلفونت بود تار رو بابو، تو میخواهی از این حال خرابو، تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شو آیی بخوابو، فلک در قصد آزارم چرایی، گلم گر نیستی خارم چرایی، تو که باری ز دوشم بر نداری، میونه بار سربارم چرایی، تو که نوشم نیشم چرایی، تو که یارم نی تیشم چرایی، تو که مرهم نی زخم دلم را، نمک باشه دل ریشم چرایی، نمک باشه دل ریشم چرایی، خدایا داد از این دل، داد از این دل، که یک دم نگشتم شاد از این دل، چو فردا داد خواهند بگویم 100,000 داد از این دل، دلم دور از تو احوالش ندونم، کسی خواهد که پیغامش رسونم، خدا من داز مرگم مهلتی ده، که دیداری به دیدارش رسونم، خدا من داز مرگم مهلتی ده، که دیداری به دیدارش رسونم. واه واه. خودت بسیار با احساس میخونی. زنگا در آواز خودت بدون کدام تلاش وجود داره و خودت طبیعی بسیار مقبول از خود ابتکار میکنی و آهنگ از آن خود ساختی. نام خودت. باعث افتخار من هستش. شما میشم. شقایق جان عزیز، من راستی نمیفهم که برای چی بگویم. حقیقتا همتای خودت در افغانستان تا به حال ندیده بودم. خواهش میکنم زنده باشی. خودت یک استعداد کاملا جدید هستی که من بسیار خوش هستم که خودت از نزدیک دیدم، شنیدم، در برنامه آمدی. این آهنگی که اجرا کردی واقعا از هر نگاه عالی بود. احساست قابل قدر است. تحریرهای غربی که در آهنگ میکس کردی، استفاده کردی، تحریرهای تازه، ای که آهنگ از آن خود کردی، یک چیز کاملا جدید ازش ساختی. سلام برات. آفرین 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 آفرین. زنده باشی. خانم رویا جان. واقعا